خواهران عزیز، یک کرته، دو کرته، سه کرته آدم هایی هست، یعنی زن هایی هستند که تا 30 40 50 کرته هم دارن، باز هم همیشه چشمشان در خرید است. از این سال تا این سال می روند شفنیر خود را دیگر میکنند، بیخبر هستند که خواهران عزیز هر یک آن کرته که به شما لازم نیست تو خریدید اون اسراف است. اون جوابگری خود را دارد، اون جوابگری خود را دارد. به جای اینکه یعنی در همین خانه خود نشسته هم پول خود را صرف کرده هم گناه نگیرید، بیاید فکر کنید که شاید یکی از خویش و تبار ما در کنج گرسنه است، قرضدار است، بیچاره است، یکی همسایه چیزی دیگری، کسی دیگری، نباید تا این اندازه از خود رفت. یعنی بعضیا با فخر میگویند که من از فلان دولت خرید میکنم، من از فلان شهر خرید میکنم، اما بیخبر هستند که گناه خود را دارند به دیگران تعریف میکنند. بازارها زیاد شده گناه ما